سرخط خبرها. از خاک افغانستان به ازبکستان 5 موشک افتاده است. پایین روی نظررسی قرب روبل و افزایش واردات ماشین به تاجیکستان. سلام بیننده های عزیزی رادیو آزادی، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 6 ایول است. وزارت تندرستی تاجیکستان در رابطه با افزایش گرفتاران کرونا ویروس در کشورهای همسایه نظارت در مرز و فرودگاه ها را پرزور کرده است. خبرگزاری آزیا پلوس در تکیه به وزارت تندرستی خبر می‌دهد که مسافران هواپیما و آنهایی که از سرحد زمینی عبور می‌کنند باید شهادتنامه امکانی ضد سرایت کرونا ویروس داشته باشند. به غیر از این حرارت همه مسافران سنجیده می شود و در صورت بلند بودن آن مسئولین مسافر را از سنجش کرونا ویروس می گذرانند. گفته می شود تنها پس از نتیجه آزمایش چاره‌های ضروری اندیشیده می شوند. گذراندن چنین چاره‌ها در حالی است که تاجیکستان یگان محدودیت در مرز و فرودگاه‌ها جاری نکرده است. از خاک افغانستان به یک منطقه مرزی در ازبکستان 5 موشک افتاده است. وزارت کارهای خارجی ازبکستان روز 5 ایول در بیانیه گفت ترکش روی نداد و تلفات جانی نیست. بر اثر افتادن موشک ها به 4 خانه در محله مجنونتال ترمیز ضرر رسیده است. یک موشک را از میدان فوتبال یافته به ضرر گرداندند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان میگوید نمایندگان تاشکند و کابل سبب‌های حادثه را تحقیق دارند. در ماه اپریل امسال در بعضی از سامانه و شبکه‌های اجتماعی نوشتند که شاخه خراسان داعش از افغانستان به انشاءات نظامی در ولایت سرخاندریای ازبکستان 10 موشک سر داده است. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان خبرها را رد کرد. دیرتر روز 7 می امسال رسانه‌های افغانستان خبر دادند که جنگجویان از آن کشور به تاجیکستان 7 موشک سر دادند. مقامات تاجیکستان تنها گفتند چند تیر تصادفاً رسید. همزمان در اظهارات رسمی کمیته دولتی امنیت ملی گفته میشد که نیروهای مرزبانی به حالت آماده باشی پوره جنگی گذرانیده شدند. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه صبح امروز به طور نظررس پایین رفت. بانک ملی 1000 روبل روسی را برای 6 ایول 172 سامانه و 50 درم مقرر کرده است. حالانکه یک روز قبل 1000 روبل را در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 177 سامانه وضع می‌کردند. حالا وضع در بانک‌های تاجیکستان تفاوت دارد. در بعضی از بانک‌ها 1000 روبل روسی 162 سامانه برای انتقال و فروش اعلان شده است و دیگر بانک‌ها خرید 172 سامانه برای 1000 روبل مقرر گشته است. پس از جنگ روسیه با اوکراین یک مدت قرب روبل پایین رفته، بعداً دیگر باره به طور چشمرس در تاجیکستان بالا رفت. بالاروی قرب روبل روسی را بیشتر مهاجران انتظارند، زیرا پولهای فرستاده آنها با این اسعار به دست نزدیکانشان میرسد. ناآرامی در قراقلپاقستان ازبکستان یکی از موضوع داغی بود که تمام چند روز اخیر خبرگزاری های خارجی و داخل گزارش میدادند. مردم گفتند به ضد اصلاح کنستیتوسیای ازبکستان که مستقلی آنها را از بین میبرد تظاهرات کردند. مقامات آن را غیر قانونی و کوشش غصب اداره های دولتی نامیدند. قراقلپاقستان در ارزهای فعلی خود 100 سال پیش شکل گرفته است. در این مدت این جمهوری خودمختار 5 بار از قلمرو یک کشور به کشور دیگر گذشته است. تاریخ این جمهوری و مردم آن را همکاری ما کیومرسی عطا پیشنهاد می‌کند. قراقلپاقستان منطقه بزرگترین در حدود ازبکستان 40% قلمرو این کشور آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. مرزهای حاضره جمهوری سالهای 20 عصر گذشته و در پی تقسیمات ملی و حدودی در زمان شوروی به وجود آمدند. تا زمان آمدن روسیه به آسیای مرکزی قراقلپاق‌ها در حیات خانگری خیوه بودند. سال 1936 قراقلپاقستان را از حیات روسیه بیرون کردند و همچون ولایت مختار به ازبکستان دادند. در سالهای 1992 در آستانه فروپاشی شوروی قراقلپاقستان به مانند جمهوری‌های دیگر مختار در حدود کشورهای به اصطلاح برادر خود را مستقل اعلان کرد. یک مدت حتی منصب پرزیدنت را تأسیس دادند، اما مقام نوی جمهوری خودخوانده را در تاشکند نپذیرفتند.
سالهای 1991 و 1993 قراقلپاق‌ها زندگی مستقلانه داشتند و به ازبکستان وابسته نبودند. سال 1993 مقام حقوقی این منطقه دیگر کرده شد. تاشکند و نقوس سازشنامه 20 ساله را امضا کردند که طبق آن قراقلپاقستان قانون اساسی قبول کرد و با برگزاری رفراندوم حق جدا شدن از ازبکستان را به دست آورد. بعد 12 ساله سال 2013 این سازشنامه و مقام جمهوری مختار به گوشه فراموشی رفت. آنهایی که از آن سازشنامه یاد آورده و صدا بلند کردند مورد تعقیب قرار گرفتند. قراقلپاق‌ها مردمی ترک زبانند. با ازبک ها نزدیکی دارند، اما زبان آنها به فرق از زبان ازبکی به گروه قیپچاقی داخل می شود. در ازبکستان تقریباً 710,000 نفر و در جهان 830,000 قراقلپاق زندگی می کنند. مکان اساسی زیست آنها منطقه ساحل ارل، قلمرو حاضره قراقلپاقستان است. سالهای اخیر کوچیدن قراقلپاق‌ها از ازبکستان به قزاقستان بیشتر مشاهده می شود. آنها پیروان اسلام هستند. واردات ماشین ها در تاجیکستان زیاد شده است. در این باره خدمات گمرک خبر می دهد. به اطلاع منبع در 5 ماه سال روان حجم واردات واسطه نقلیات بیش از 15.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. همچنین بنا به آمار در بازار داخلی به مبلغ بیش از 3.2 میلیارد سومانی ماشین فروخته شده است. در همین حال از صادرات ماشین ها بیش از 3.2 میلیون دلار به دست آورده شده است که نسبت به سال 2021 1.6% کمتر بوده است. طرفخانه های مکدونالدز در سراسر قزاقستان به دلیل مشکلات تکنیکی از جانب اپراتور معلومات فیسکالی بسته شدند. برای برقرار و باز کردن همه طرفخانه ها در حال حاضر یک قطار چاره ها اندیشیده شده است، گفته می شود در اظهارات شرکت. مشتریان طرفخانه های مذکور صبح 5 ایول خبر دادند که نمی توانند فرمایش های خود را از مکدونالدز های قزاقستان دریافت کنند. در قزاقستان حق استفاده از برند مکدونالدز را صاحبکار کایرات بارانبویف، قدوی پیشین دریغه نظربایو، دختر پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف دارد. بخش یک روزه تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخوزاده همراه می‌بینیم. 6 ایول سال 2004 حکومت تاجیکستان طرح قانون مقام خدمتچی حربی را آماده نمود که اجرای مراسم‌های دینی برای سربازان و افسران را محدود کرد. دلیل مقامات این بوده است که تاجیکستان یک کشور دنیوی است و همگونه فریضه‌های دینی تنها با اجازه فرمانده باید انجام شود، چون این محدودیت نقض آزادی‌های دینی ارزیابی شده است. 6 ایول سال 2010 نتیجه های یک تحقیقات نشر شد که دسترسی نابرابری زنان و مردان به زمین را در قانون های تاجیکستان آشکار کرده است. محققان معلوم کردند که صاحبکاران و دهقان زنان تاجیک از نظر صاحب شدن به زمین و بر عوض گرو گرفتن زمین حقوق برابر با مردان را نداشتند. زنان تنها 11% رهبران خواجگی های دهقانی را تشکیل می‌دادند. 6 ایول سال 1951 محمد شریف همتزاده تولد شده است. در کنار سید عبدالله نوری او از پیشواهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سالهای 1991 تا 93 اولین رئیس این تشکل سیاسی بود. سال 2010 بعد بیماری درگذشت. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز 6 ایول چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.